از کجا میدونی که دعات اجابت نشده؟ شاید خدا دعات رو اجابت کرده ولی هنوز زمان برآورده شدنش نرسیده، چون خداوند زندگی ما آدما رو مثل پازل آفریده. باید همه چیز در زمان خودش و سر جای خودش قرار بگیره و مطمئن باش خدا هیچ وقت دیر نمیکنه و همه آرزوها رو در زمان درستش بهمون میده. یه مثال بهت میزنم. الان یه نگاه به زندگیت بنداز. چیزایی رو میبینی که چند سال پیش اونا رو نداشتی و برای داشتنشون دعا میکردی و خدا اونا رو تو بهترین زمان بهت داده. پس صبر داشته باش و عجله نکن و ناامید نشو. دعا کن و حرف دلت رو به خدا بزن و مطمئن باش خدا خودش تو بهترین زمان ممکن دعاهات رو اجابت میکنه و همه آرزوهات رو برآورده میکنه.